یه خونه درست در بالاترین منطقه مسکونی تهران، اونقدر با صفا و خوشاب و هوا که آدم احساس میکنه این قسمت از نقشه شهر تهران جدا شده و به نقشه بهشت اضافه شده. پلاک 52 و یه خونه ویلایی که یه استاد مسلم موسیقی توی اون خونه زندگی میکنه. یه استاد که خیلی هم تو مصاحبه‌های سختگیره. کلا گفتم که من رد کرده بودم که بعضی از برنامه‌ها کلا آدم‌های کارشناس واقعی نیستن تو اونجا. همینجوری در اینجور تیپ‌های می‌خورده. در نتیجه اینجوری این حالا ساده هم استثنایی وقتی کارایی داشت. مثلا با 3 ماه پیش من مثلا آقا شما یه روز وقت بذار تو ما این تو برنامه داریم میشه همه جای دنیا. ما در پاریس وقتی کنیم از 1 سال قبل اونا برنامه‌ریزی کردن 6 ماه قبل از دفترچش بیرون میاد. اینجوریه این نیست که شما مثل اون روز که 150 بار به من زنگ زدین آقا فردا ما این برنامه رو داریم. برای اینه که من تحقیرم حساسیت دارم. حالا در صورت مردم شما رو دوست دارن. خب مردم ما بالاخره با مردم برنامه میخوره. بعدم ما در حدی که باید شاید هر ارتباطی دیگه 2 سال باره سیتی با یک کنسرتی اینه که خب واقعا نباید اینجوری فکر کرد واقعا چون مردم ولی خب میدونم من هر بارم قدم بذاری بالاخره استفاده ازت میکنم. همین الان من واقعا وحشت دارم که این برنامه الان میخواد چی بکنه. نکنه تبلیغ چیزی باشه چه تبلیغ من مطمئنم فقط اینا رو من باید دقیق بگم که این برنامه چیه روشن که من همین الان بدونم چیه یا شما کدومتون می‌داشته؟ مردم استاد برنامه‌ای که حالا خواستیم ما هر هفته سعی می‌کنیم یکی از چهره‌های ماندگار رو به مردم معرفی کنیم. حتی سعی کردیم که گفتگومون هم خارج از کلیشه‌ها باشه، کمی نزدیک‌تر ملموس‌تر خودمون می‌تونن. همین فقط معرفیه. حالا به شما هدف کلاً هدف کلی فقط اینه که یه آدم معروفی بریم با شرط بزنیم. بله معرفی هست. حالا سوال چی می‌خواید بکنید؟ بالاخره استاد شهرام ناظری حاضر به مصاحبه شد. از شهرام ناظری پرسیدم که کدوم مرحله سنی شهرام ناظری نقطه اوج زندگیش بوده. هرچی جلوتر رفتم احساس کردم جلوتره. برای که خب من صرفا فقط یک خواننده نبودم. خب من در اول که موزیسینم، بعدم خب چون به خاطر تربیت خانوادگیم از ابتدا با ادب و ادبیات و اصطلاح فلسفه و کلاً قلم رابطه داشتم، در نتیجه خب همیشه در حال حرکت بودم. یعنی از ابتدایی که اومدم از 30 سال پیش با یه ذهنیت متفاوت اومدم، ولی ظرف این سالیانم که گذاشته هر فصل باز یک گویش متفاوت، یک لحن متفاوت و به اصطلاح بسیاری از حس و حال‌هایی که در شاید آواز بوده که شاید از بین رفته، مثل لحن حماسی، مثل تحریرهای ریتمیک، مثل کار کردن روی شعر معاصر ایران، مثل کار کردن روی اشعار مولانا، جلال الدین بلخی و فردوسی. اینا همه کاری بوده که استثناء تقریبا بوده. من خب خیلی هم عصر ما بهشون نپرداخته بودن. اینا همه به اصطلاح این کاری بوده که من هی به تدریج در هر فصل اینا رو بیان کردم. به اصطلاح این در حقیقت جزء اون بخش خلاقه موسیقی قرار میگیرم. هرچند با خب میبینید با کاریم که داشتم شاید در ابتدام خیلی بعضی وقتا مخالفت شد، ولی همونی که مخالفت کردن خودشون بعد از چند سال اومدن و دنباله فکر من، کار منو به اصطلاح ادامه دادن و کاریم که من شروع کردم و تداوم دادم به تدریج دیگران عادت کردن به هنرمند دیگه و اومدن تو اون خط. مثلا اگه اولش با شعر مولانا زیاد علاقه من نبودن، دیدیم که بعد از مدت‌ها همه اومدن مولانا خوندن. یا وقتی من شعر نو به صورت آواز آزاد شروع کردم، تقریبا اولین نفر بودم. به تدریج باز همه اومدن اون راهو حرکت کردن و راههای دیگه و کاری دیگه که هنوز شاید موقعش نشده و نوبتش نشده. به هر حال یک ذهنیت متفاوت و خلاقی داشتم و چون اهل مطالعه ام طبیعتاً یه اینطور آدمی همیشه هرچی میره جلوتر در حقیقت نقطه اوجشه، ولی بعضی از هنرمندا هستن در یه جایی میدرخشن اما چون دیگه مطالعه نمیکنن، چون تداوم نداره این به اصطلاح پشتوانه روح و حس هنریشون، در نتیجه یا در جا میزنن یا عقب گرد میکنن و فکر میکنم که برای یک هنرمند خلاق و هنرمندی که علاوه مطالعه است، هرچی جلوتر میره نقطه اوج بیشتریشه.
استاد ناظری مایل بود یکی از سوالات ما در مورد بزرگترین رویداد جهانی زندگیش یعنی گرفتن نشان شوالیه هنری از دست رئیس جمهور وقت فرانسه باشه و اتفاقی که به واسطه این نشان براش رقم خورده. اتفاقی که افتاد خب من بساز کردم این جوایزی که به من داده شد که اصلا انتظارش نداشتم، چون میدونی که به هر حال اونور دنیا انقدر همه چیز سر جای خودشه، به هر حال یعنی با هیچ غیر از اون راه به اصطلاح صحیحش با هیچ راهی نمیشه، نه با تعارف نه با نمیدونم پارتی بازی. متاسفانه در کشور جهان سوم بیشتر این چیزا حکم فرماست. اینه که خب اصلا من هرگز فکرش نمی کردم که از 20 سال پیش که شروع کردم با فستیوال خارجی همکاری کردن که یک روزی برسه که اینطوری بشه. خب طبیعتا احساس کردم منم در مقابل این باید کاری بکنم و کاری غیر از این که انسان سعی بکنه خوب باشه، سعی بکنه بخشش داشته باشه، سعی بکنه به دیگران هم فکر بکنه و به اصطلاح فقط نگه من. این یکی از به اصطلاح مورداییه که میشه گفت که یه هنرمند میتونه خودشو سر پا نگه داره و زنده و با حرکت و خلاق نگه داره، اینه که این خصوصیت داشته باشه، بخشش و این که فقط دچار خودخواهی نشه و فقط نگه من و در حقیقت با این ذهنیت جلو بره. هرچند من از ابتدایی که به اصطلاح خودمو میشناسم به خاطر تربیت خانوادگیم به خصوص تربیت مادرم و مرشدی که داشتم همیشه این مد نظرم بوده و شاید تو هنرمندا معروفم به این. ولی خب وقتی این نشان واقعا داده شد احساس کردم نه، باز کافی نبوده، من باید بیشتر به این بخش، به اون بخشی که خارج از منه توجه بکنم و برای اون بیشتر مایه بذارم و اون بخششم. به هر حال من وارد شاخه‌های دیگه نشم. این مدالی که گرفتم و این به اصطلاح هدایای جهانی که به من به اصطلاح رسید و بعد احساس کردم باید اون بخش انسانی درونی مو مقدار تقویت کنم که حداقل بتونم منم یه پاسخی بدم به اینجا. تا اینجای گفتگوی اختصاصی رادیو رو در منزل استاد شهرام ناظری داشته باشید که به نظر میاد برای اولین بار باشه که یه تیم رادیویی مهمان یه هنرمند بزرگ عرصه موسیقی مثل استاد شهرام ناظری شده باشه. سرها